دادگاه در شهر پاریس 18 نوامبر. موضوع پرده زنی. خیلی خوب، صبر کنید. دادگاه شلوغ نکنید. میخواهم حکم دادگاه را بگویم. صبر نگه دارید، دست نگه دارید، صبر کنید. آقای قاضی، خواهش میکنم بگذارید من حرف بزنم. دست نگه دارید، صبر کنید. داره حرف میزنه. بگو دختر. ظهر روز جمعه بود آقای قاضی. توی خونمون نشسته بودم، یادم در باز شد. یه آدم قوی هیکل اومد تو، میخواست منو بکنه. شورتمو کشید پایین. خب دیگه چی؟ شورتمو کشید پایین، آلت ترسونشو نشونم داد. کلاهکش اندازه یه زمین بود. واقعیتشو بگم، خب منم تحریک شدم. خب پس چرا این کار کردی؟ صبر کنید. بایسته بذار من میگم. نه دست نگه دار. آقای قاضی بذارید من بگم. نه صبر کن برادر. شورتشو کشید پایین. صورتی بود. آره، صورتی مایل به بنفش. رگاش زده بود بیرون آقای قاضی. کسم وول وول میکرد. حرفای جنسی اینجا نزن. خب ممکنه چیره من بلند شه. شما یه قاضید. کثافت. خب منم آلت دارم. من هم کیر میخوام، کس میخوام. ساکت. کاری نداریم. کشید پایین. اجازه بدید، موبایلم داره زنگ میخوره. یه لحظه گوشی و زیر. ببخشید آقای قاضی. جواب نده. اینجا دادگاه است. خیلی خوب، توضیح بده. هیچی. کیرشو در آورد، انداخت رو میز. حالا این وسط کس منم باز داشت میکرد. آروم گفت نمیزنم. داشت میکرد. خب دیگه چی آخ جون؟ صابون بیارید. میخواهم استمناء کنم. آی شیطون قاضی تو هم؟ خیلی خوب. کیسه گردون تو داشت میکرد. یه دفعه رفت تو. کیر زد. خیلی خوب، اشکال نداره. بگو. هیچ آقای قاضی. کت ولی پردمو نزد. داره دروغ میگه. آقای قاضی پرده اینو زده. نه داره دروغ میگه. این دختر منه. بابا دروغ میشه. بگیر بشون. داره کسشر میگه. پس این دادگاه کیر خره. حکم دادگاه اجرا میشود. دست نگه دارید. حضرت عباسه اومدم یه چیزی اینجا عنوان کنم. میگم حضرت عباسه، شاید شما هم دلتون بسوزه آقای قاضی. حالا ما میگم والا ماشاءالله خانم ماریا اینجا بزرگ ما هن، نور چش ما هن. ما نخواستیم هم بکنیم. ما ببین همه ماشاءالله زدن زیر گریه. از مزه ما نمیخواستیم بکنیم این خانومو. ایشون کسشو وا کرد. میگم حالا میگن موش تو سولاخ نمیرفت جارو به چونش قشنگ قضیه همینه. ما داشتیم
آلتمون رو در آوردیم واسه ایشون. میگم از عباسی زبونم برگشت. خیلی خوب بگیر بشین کثافت آشغال. فاک یو میزنم اینجا کس ننت میکنم ها، میزنم کس خارت میکنم ها والا سنفته بیت. به من فوش میدی؟ خارتو میگم. ولش کن خب بس واقعیت میگم. خفه شو یا والا از عباسی میگم آدم از خدا هم نترسه، بزنه 60 تا بقیه بخوره. یا خیلی خوب حکم صادر میشود. اعدام. خارتو گایدم از زن کم در گزگش میخوای منو بگاید؟ بکشینش آقای قاضی بکشین، مشتلق شما هم میدم. خیلی خوب قربونمون کست برم و این خانوم اینجا تبرئه میشه و این آقا اعدام. درست گفتین آقای قاضی، اعدام هر حق اصلی این آقاست. از عباسی میگم یارو بالای دارم میره ولی از غیرت تو میگم ها والا گوسگیشو یا